این بود دوستان عزیز چند نقطه‌ای که من به سمع شما رسوندم. میگذاریم با قسمت اساسی. شاید این شام برنامه ما طولانی باشد. از دوستا خواهش میکنیم که شکرابی با آلوچه رو فراموش نکنین و غذای خوب بخورین و داخلی صحبت میشیم، داخلی بحث میشیم انشالله. آبی شکراب چیکار میکنم ما آبیشه؟ پیاز گشت میشم بگیم آبو بسیرم میگم بسیم چیزیم میکردن مدارای ما میکردن هیچی نیافتد کودکا را سیر میکردن فطیر میکردن بعد کمتر آبی شیرگرده پیاز و همی گشتینچی این چیزها را ریزه کرده و میکردن اگر میشید خانه آدمی که داشت کمتر همین روغن گوسفنده درون همون چیزا میریختند و فطیر را ریزه کرده و میکردن چون با مزه میشه های شکمی کودکا سیر میکردن از آلوچه شکراب کرده ای؟ نیست بسته کن چی میگه باور کنین بعضا مورد خوب میگن سخت گپ نزنین حرف نزنین بس کنین برید دنبال زندگیتون شوین کار نگیرین شما را چی به سیاست کار گرفتنتون چی فکری پدر و مادرتون نکنین می نویسین دلسوزی میکنین بعضیاتون در همین حالت من خاموش باشم ای چی معنی داره از آلوچه شکراب کردی ای یکم کدوانو است نمیدونم یکم شف پاور است یکم رستوران در ملاقات کردگی است کی هستین کی است فراموش کرده از روبری کشور بودن چه از آلوچه شکراب کرده از آلوچه تیزاب کرده برنجاوه کرده نمکاماوه کرده خوگاوه کرده شوربا کرده منتو پخته سمبوسا پخته کلچه پخته نان تنک پخته میتونی گرده پخته میتونی دنگله پخته میتونی آبا چه چی گپه همه را فراموش کردیم اومدیم دنبال آلوچه آلوچه دا اوشی سوپا میدون اوشی بریده اوشی توپا هم میتونی کرده نیم سوت آمد برنجاوه برنجاوه آدمی گشنه فقط برنجاوه و خدا قسم این دوره ها گذشته است واقعا همون سالهای اون همون گشنگی که برای مردم مثال میارن همه سالهای حاضران پیش خود تبین این نوش و نعمت تبین اگه دروغ است که ناگهان داخل همین خانه شده نه یک ماه پیش برنامه تعریض شده است در رو تیرزه ها تازه کرسکه کردگی رنگ و بار کردگی استال مخصوص قالین نظری پا میوه های مخصوص همه آوردگی تراواره ششتگی نمیجا ای برنجاوه و آلوچه و قصه کردیسی یعنی همین برنامه خیلی سفر کردی چند سوم مصرف کردی چند سوم تیزاوه میکنی چکاری میکنی گیزچه میکنی در فقط پیاز ریزه کدگه با وقتی میکنیم آب سوزان میریزیم همون گیزچه رو آب میکنیم قریب توری همین نانای یک تا دو تا نان آخرانه میمانند کیبانهایی که وای است در سر هم دیگران میکنند لرزت شموجه است انا گشتینی چی خانگی را سخت میکتن یک قلمفری تر کرده کاغ باشد تر میمونن های نازم شکراب چکه خطی میکنن خب این مردک این همی برنجاوه گفته سایو تیزاوه و شروه خب که خیر است خیلی یک جا رفته شیشت است خب نقطه دیم این حالا بین نه برگی لبلا بودن اما تو هم بدونم انا اخیر تمامدم انا ایدم آشی بریده آشی توپا برنجاوه مستاوه شوربا بعدا میشد برگی لبلابوی سفید غوص میشود انا برگش نمیکنیم انا همی جور شد فهمیدی؟ اگر لبلبو نباشد یک نمود علف دیگر سلدری به نهایت میشود تا استانده همون رنگی برگی لبلبو است انا همون جای غلصیشه مای در ریزه میکنیتون
انا گپی مرا بگید یک بار این روز بعد چی همین خطی بعد بکنید تماما لذتی دیگر میشه. رحمت سلام. تا امروز در شهر حصار از میدان 4659 گکتار زمین علاقه این ایش برنجاوه و تیزاوه و شوراوه و تلخاوه بود. تو میگه زمین آره ایش بمونه. چه میکنه تو رو تو میگه زمستان چه میکنه تو رو فاتیر بچه فاتیر روغنی میکنی به روغن فاتری روغنی میکنی یا به روغن آب گرم قطی یا به خنقتی خنک شیر گرم قطی یا خنک خنقتی کوسه دا یا تواق دا یا دیگ دا یا قاشق دا دیوانه همون کرده این قطعه دیوانگی تو روغنی آدم بعد آدم فربه میشه برای که فاتیر روغنی بیا با روغن میریزی خود منطقه من این خطلان کلوبده فاتیر وای میکنن فاتیر در روغن نمیاندازن مایده میکنن طبق در دو چکر وای کده گرفتن مادن میریزن بالای وایده پیازا میمونه روغن زرده به درجه قریب درگیری بعد یک بارا میریزن یک بارا میریزن این ای هسته دوستان عزیز خب دیگه میبینیم این ای برنجاوا و تشوا و شورواش جای اساسیش وظیفه‌ای که باید انجام میداد همین نفر همون بود نمیدونم از دنقره کی آوردید مرکز داشتین نمیدونم ولی خیلی دهقان خوب میشد شاید مردم یک کمی فایده میگیرید یک سیب و نوک و آلوش و جیگاریش بازارهای دوشنبه را پر میکرد سیر فرزند نبود ماشاءالله فرما دا کار میکردن رئیس داخل ده خیلی خوب بود تشریف نوبتی پیشوای ملت محترم امام مرا بگذارین تلویزیون رسمی در اختیاری اویلای رحمانوف این سفری کاری نیست سفری خدمتی نیست یک استراحت رفته گن همراه دختراشو نوهرهاشو پسراشو دیگراش سفری کاری نیستین که جو شما در تلویزیون رسمی تا روز تو بگره نشان میتین کی را فریب میکنین ما گفته بودیم که مردم انتخاب نورالدین سعیدوف با تلویزیون و رادیو میمون بازی و احمق بازی میشود در تلویزیون و رادیو تاجیکستان چون یک لختک هست عقل و اراده راهبری نداره اداره کردن نمیتونه گپ مردم گوش نمیکرد اینا استراحت رفت از این مردک باغ خودش از سامان کی از دیگه پسرش خودش کنترل میکنه نمود اهل و اولاد و نزدیکاش یگام صاحب کار نیست دروغ است باغ به نام پسر شای خواجگی دهقانی اون همون چند دهقان مبلغ میتیم اونجا کار میکنن تلویزیون دولتی شما دیگه کار ندارین چی میمون بازی دارین چی مردم فریب دارین مشکلات کم است قضیه کم است درد مصیبت رنج کم است مردم از شیطانی و فریب میکنین فیلم هایی که فاحشه‌ها میمونه او کم ولی در اون مسئله با حرف میزنیم که در تلویزیون های رسمی یا چی کار میکنن برای همه گفتیم مردم شما در انتخاب راهبر اشتباه میکنید که یک کوکوله لختک میرود در تلویزیون و رادیو راهبر میشود او عقل سالم نداره او مریض است او نمیدونه چی کار میکنه صحبتاش گوش بکنین آخرین صحبت چه گوش میکنی نمیدونی چی میگه این احوالش تلویزیون رسمی دولتی که مردم انتظار یک خبر یک نوار است پتی بمانی مالی رحمان به این خواجگی نظارت رفت اجرایشی سپارش ها می باشد ضمن بازدید از کاپیراتیو استحصالی سامانجان که حاصل فراوان پرورش یافت خاطی دخترش نویرش بچهش دامادش برای چی شما در تلویزیون نشون میدید چی کار است نویرش در سفری رسمی چی کار میکنه در دری باغ چی کار میکنه اگر سفری رسمی باشه شما واقعا ضرور میدونید نشون دادن شه نویره او چی کار میکنه در دری باغ چی در تلویزیون رو نشون کو بیا مرا نشون بده بگید در تلویزیون رو کو مرا نشون بدین یک دهقان دیگه را برای نشون بدین نمیتین کو اما چی معنی داره این دست تربوز و خربوزه جمع آوری کردند در همینجا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دستور داده
امروز جمع‌آوری شده به دو مؤسسه پایتخت مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌سرابان و مکتب اینترنت رقم 2 کودکان یتیم شهر دوشنبه دو مطلب محترم امام علی رحمان با نظرداشت وضع کنونی فی عامل‌های بی‌راه افزایش سبک زمین‌های نزدی حولگی اینا جورا اینی کاری ایو بود. ما بارها گفته بودیم که اینا جاشون بگذار ما نوارا بگذاریم. اینا جاشون داخل این همی باغ بود. این همی پیاز کنی خیلی بالا در مسئله دلانه و زردالو و آلوچه گفتن که شوراوا و تشاوا و نمیدونم برنجاواشون این از همیجا همو تیار میکردن مسئله آماده کردن همو غذا را میرفتن غذا میکردن برنجاوا میخوردن. یکی بدبختانه واقعا دنیا بسیار عجیب است نه دنیا چرخ فلک است چرخ گردون است از بیابان میبرد راهبرت میمونه. ان شاء الله امیدواریم که روزی میشه که با یگام نفری عاقل‌تر و برشه و خدا پناه بده دیگه از این کارا که در 28 سال یا نو در برنجاوا رسیدن از آلوچه نو شکراب کردن یاد گرفتن. این است. رانندن دوسه حاصل ها میدهند 70 گیگ کشت کرده ها در خواجگی مسئله استفاده زمین کی هستن یا تلویزیون رسمی چیکار میکنن؟ جای دیگه چی ندارین شما؟ نیا که ماشاءالله خیلی شایک هستن یا این ابوبای دیخون این ابوبی ما ناوجه شرفته ابوبای غفور نه وظیفه شا گفتگی است همون سالای 90 89 88 نتیجه همین سالای خوبی تاریخی بود. خب دوستای عزیز بودک در مسئله سفری رحمانوف